بچه خوشم یه جایی تو این دوم حقیقت یه کار دوباره کردم. تو ویدیو قبلی دیدین که ما رفتیم کلی وسیله برای موتور خریدیم و موتور اومدیم بازسازی کنیم. حدود بچه‌ها 6 7 فیلم وسیله گرفتم که من تو اون ویدیو نوشتم 10 میلیون کلیتون اومدین گفتین که الکی میگی و فلان و زهرمار. باشه من اون حدود فکر کنم تقریبا 14 میلیون از این سر موتور کردم و موتور جلوی من اینجا ایستاده و الان قراره بهتون نشون بدم که چه کار سر موتور کردیم. و این شما و موتور من بچه این از موتور ما یا فلفست بچه بوده 14 میلیون از این سر موتور کردم و الان قراره بهتون بگم که چه کارهایی انجام دادم. نگاه کنید ظاهر اصلا روح اصلا می نوازد دوباره. خب بچه من از اول موتور شروع میکنم. بچه این چرخ سرویس شد، بولورنگش عوض شد، ترمز عوض شد، این عوض شد و کامل لنتمنتاش همه چی عوض شد. حالا میرسیم به بحث گلگیر. گلی واسه شما که نه تمیزش کردم و عوضش نکردم. توقا تمیز شد و از شما یه آرمان جلو گرفتیم که نشون داده بودم فکر کنم تو ویدیو قبل. راهنمای جلو عوض شد، اونو بچه به درد نمیخوردن و موتورساز یکی جدید انداخت. من شیشه هم اینجوری خیلی دوست دارم. کاسه چراغ کلا عوض شد، یه هدلایت داخلشه که ادامه دون نشون میدم و قیمت اینا فکر کنم بوده 40 50 تومن افتاد. این کاسه چراغ کلا عوض شد. دیگه کنین طرحشو هدلایت هم انداختیم که قیمت هدلایت هم بوده 200 تومن افتاد. خیلی هدلایت خوبی با 200 تومن از اکرمی گرفتم. کل موتور رو از با اکرمی درست کردیم دیگه. اگه اکرمی ویدیو رو میبینی یکی برام بنویس. متر که میبینین راهرو بچه ما 200 موتور کار کردم اومدم به شما نشون بدم که اگه مشکلی داشت که به شما بگم. بچه نکنید کیلومتر دنده شمار داره. این دنده شمار نه محترم نکنید اینش ولی میره که من کلاش بگم رفتنده تو دنده معلوم میشه. بچه که دستا همونه کلاج عوض شد، اینو گذاشتیم. اونم موتورساز عوض نکرد گفت سالم اینو درست کرد. نکن حالا داریم پس بگیریم اونو دیگه درست کرد. رنتال بود یه سویچ انداخت که به همه چی میخوره. نه آی در واقع باز نمیشه نکنین. یکم سفته ولی با فرمونم گذاشتم دیگه. روال این رنتاله مشکلی که داره آدم دستش نمیره تو چه واسش. خب در باکم عوض شد و فرمون گذاشتم و سیم کشی هم کامل عوض شد. اینجا نگاه کنید سیم کشی کامل تمیز و یک عدد باتری استارتی گذاشتیم که هندلی ارزون تر با این باتری چون کم کار کرده بود. قیمت 1300 گرفتم. باتری فابریک فکر کنم متین خودروه. آره فکر کنم باشه. یه دربق انداختیم. بچه آرمان حال میکنی راهرو بارون داره میاد. من بارون متنفرم. هوا چتیه فکر کنم بریم خونه. بهتون نشون یکی از این دربق انداختیم 500,000 تا یه لوردنده، یه جاپایی پدال جاپایی، جک وسط که کلا اواز موتور رو تک جک اینجوری وایساده و یه عدد سینی انداختیم. نه بعد یه چی کردیم باکش تمیز کردم اون چیز دیگه. باتری انداختم و دیگه راهنما عقب برای حضور شما یکی دیگه و بچه هندل موتور الان همچون روشن نمیشه. روشن میشه باید بشینم پشتش یو اول فاز برگشت روشنش میکنم. حالا این افتی داشت یکیش چیه. خب این اوکی شد. هندل لنت عقب و دیگه لنت عقب کلا درست کردی کم داغ بکن. زنجیرکش گوشای کمک کرمان تکچرخ هم من بگیرم دیگه. کلا این چی هم نمیخوره اینجا فنر همه چیش اوکی شد. خطر عقب گلگیر قاب زنجیر کلا همه چی دیگه صفر شد دیگه. کامل کار نداریم. راهنما هم کار میکنه ام داره کار میکنه. اینو عقبش این برم کیلومتر میاد داره کار میکنه. هدلایت تو شب باید تست بذاریم دیگه. نمیدونم تستشو تو شب برشون چون میذارم. نه
شما فکر کنم الان این هست هدلایت. یکی دیگه بریم جلوتر. شاید شده رو بارون برم سریعتر فلنگو ببندم برم خونه. از بارون متنفرم. آره دیگه چه همین دیگه گلگیرم انداختیم. گلگیرم 450 افتاد. کلا موتور با 14 میلیون هزینه جمع شد که آجا دنده زنجیر نگفتم. دنده زنجیر کامل عوض کردیم. خورشید جلو هم دیگه ننداختم. یه 1736 برام انداخت سرعتی. موتورم از حضور شما دیگه نمیدونم چرا نمیدونم خواب بوده. دو ترک 90 تا بیشتر نمیره. نمیدونم ترک من رفتم تا اینجا 90 تا بیشتر نرفت. تو پدرم تست انداخت 90 تا رفت. دو ترک بودیم دیگه 100 و خورده بودیم دیگه. خب این از روخ موتور که مینوازد کلا. چه خیلی حال کردم با موتور. فیلم های این موتور هم بچه میدونم راسه ترک من کشید. بعد اینجا بخوام چجوری خوردم زمین. فکر کنم رفیق من اونجا وایساده بود دقیقاً همونجا همین منطقه دیوارام رید الان باشقام افتاد گردم. گفتین تو نوشتی رفیقم اینجا بود. گفتم من بعد نگاه کنم یه تک چخ بزنم. اومدم اینجا موتور اینجا بلند کردم. اومد اینجا از دستم در رفت. دقیقاً همونجا اینجا دستم در رفت موتور افتاد دقیقاً همونجا. بعد دیگه چی دیگه من خوردم زمین. من موتور چاسی دیدم اینش رفت این ور جاپایی بردن شکست. دنده کج شد. پوسته شکست و هزار آسیب. حالا من چی شدم چون منو لنگ بردم گوشم این کونه من بود اینجا نه همینجا من دراز کشیدم پامو گذاشتم جا. خدا بهمون رحم کرد واقعا. آره دیگه گذاشتم اینجا و دیگه همین دیگه. بچا صدا اینا خیلی زیاد شد. دیروز اومدم تو اینا رو تمیز کردم. هواکش کلا وا کردم. من نشون بدم اون بر هواکش تیم نشون بدیم اینجوری دیگه. میخوام وا کنم معلوم میشه نمیدونم معلوم بشه نه ولی من وازش میکنم الان. بچه اینا هواکش کلا درش بازه نه میبینین کلا بازه چی نذاشتن داخلش دیگه. ببندیم این موتور افتاد بگورم میفتم نشکنی داداش ببند. بچه ها اینم زمین شکوندیم ولش کن حالا بستیم بریم خونه. داره بارون میاد بخورم ببندیم این موتور افتاد بگورم میفتم. بچه من اومدم خونه بی خبر بریم موتور افتاد زمین و این دست دوباره آسیب دید فکر کنم. بس من ریدم بودی تو چشم مردم صف میخورن چشم نمیخورن. اینم گوشم قشنگ شد. اونی همین قاب بغل من نشون بدم شکست. ریدم تو چشم مردم خدا. بچه من اومدم بالا و کم آروم شدم که سر زمین خوردن موتور باید بیام کنار. حالا چجوری خورد زمین بچه ما میتونم توضیح بدم. بچه موتور پارک بود. من یه لحظه دوربین رو قطع کردمشون برشون شد گرفته باشم نمیدونم. یه لحظه دوربین رو قطع کردم که سوار بشم برم. این جک موتور من اینجوری صافه. اینجوریه جک بغلش. موتور از جک افتاد خورد زمین. من هم هیچ کاری نکردم دیگه. اینجوری بدم آجی. متاسفانه که نه هیچیش نشد اصلا. این دسته سمت گازش ببینین رفت کمی بدتر و همین دیگه که با موش زدم اومد این وقت روشنش که اومدم خونه با پیشگوشی قشنگ بستم پیش با که اومدم این وقت بستمش. فقط قاب بغل من دیدین که من خودم محسنم شکست دیگه. فایلو گرفتم و از موتور ساز گرفتم تو سن بکنیم کیلومتر سالمه این خطر اینو بر بدیم پس بدیم این فولوه و اینا رو بدم کربن یه چرخ گرفتم و رو داره میبندیمش دیگه. این دهن رو سرویس که بسیم دیگه بیار ناشم فیلم دیگه خودی دهنم سرویس شد. این فا نمیشد که شد اینه سوکه یک این اونا روزو پس نگرفت مرده وان بودی دیگه حرف بزن بچه بعد از 5 دقیقه و 1 ساعت تونستیم اونا هم پس نگرفت دسته ها رو برم نشون بدم. بچه بریم اون دسته هایی که علی گرفت رو بهتون نشون بدم. بچه یه دونه از این اسمشو نمیدونم چی گرفتش جادون باتری
میخواد پس بده با یه دونه از اینا که موتورش رو درست کردش و اینا. بریم سر وقت علی. این مگه وا میشد بابا؟ این دهن منو سرویس کرد. پیچ رو میتونی نگاه کنیم لپر نگاه کنیم بچه، نگاه پیچو. اونوریه یکم تن سرویسی باید پیوست میشه. اوج این دفعه با اصلا وا نمیشه. خیلی لاشی سفت. اینم خیلی 50 تومن. بچه نگاه کنیم اینم 50 تومن شدش. کمی یه چرخ وصل کردیم و اینا خوب وصل شده سمی علیکی سمینا و اینا از تست نور شما شد. سو پایین سو بالا. اینا دیگه از چراغ که پشت رو مندم بگیرین این کیلومتر اینجا همه چی میفته. اصلا بزن رو دنده نکن این میره و نورم بالا اینجا میاد. بعد راهنما همین دیگه این کار نمیکنه. سوخت بازی اول فابریک بود که ولی اینش قشنگ از من شد پیدا کنم. از ویدیوی امروز استیلم پیدا نکردم و بعد که من تشریح گذاشتم دیگه. این رو هم گفتش که صبح مغاز نبود شاگردش بودم بعضی حس بدم و کلا دیگه این داستان حلش بود. درست دیگه تمام. بعد اینا تو ویدیو بعد چیکارش کنم دیگه بگین دیگه. بعد چی بگین انجام از رخ جلوش کلیپایی هم ساختم براش توی پیج میذارم دیگه. لایک کنم صافه خداحافظ.